سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب دوستان، وقتی کنسول روشن میشه برای اولین بار کنترلرتون رو باید به کنسول وصل کنید تا با همدیگه مچ بشن. فقط کافیه دکمه پلی استیشن رو فشار بدید تا شروع بشه. حالا زبانتون رو انتخاب میکنید که چون زبان فارسی نداره همین انگلیسی رو انتخاب میکنیم. اینجا از من میخواد تا به اینترنت وصل بشم ولی ما فعلا دکمه دو دیز لیتر رو میزنیم. اینجا میتونیم صفحه رو تنظیم کنیم که بزرگ باشه یا کوچیک که ما رو حالت کوچیک میذاریم. اینجا میگه اگه دیسک بازی دارید میتونید بذارید داخل دستگاه که ما فعلا نمیخوایم این کار رو بکنیم و حالا دکمه Continue Without رو میزنیم. اینجا باید منطقه زمانی رو مشخص کنیم که میتونید منطقه زمانیتون رو پیدا کنید و من الان باید دنبال تهران بگردم. تهران رو انتخاب میکنیم. اینجا ازمون میخواد که میزان انرژی رو که دستگاه میخواد مصرف کنه رو انتخاب کنیم که ما میذاریم رو حالت اپتیمایز اکسپریانس که خودش هم آپدیت ها رو انجام میده و هم مصرف برق کمتری داره. اوکی رو میزنیم و میریم جلو. اینجا هم اگری رو انتخاب میکنیم و بعد کانفریم. اسم یوزرمون رو انتخاب میکنیم. خب حالا اسم یوزر رو انتخاب کردیم و اوکی رو میزنیم و میریم داخل. اینجا سونی ازمون میپرسه که اجازه میدی به اطلاعاتی که میذاری داخل دستگاه دسترسی داشته باشیم یا به یه سری اطلاعات جزئی که ما فعلا بهش اجازه میدیم به همه اطلاعات دسترسی داشته باشه و دکمه کانفریم رو میزنیم. خب برای اولین بار پلی استیشن روشن شد. این صفحه اصلیشه. این صفحه مدیاشه و اینجا جاییه که بازی ها توش قرار میگیره. اینجا ستینگشه که یه مقدار با PS4 فرق کرده. تقریبا همونه ولی یه مقداری جمع و جورتر شده. اینجا بخش یوزرمونه. برای گرفتن اسکرین شات هم دکمه اسکرین شات رو میزنیم. از اینجا هم میتونید اسکرین شات بگیرید و هم ویدیو رکورد کنید. برای وصل شدن به اینترنت باید بیاید توی سیتینگ نتورک و قسمت سیتینگ و ستاپ اینترنت کانکشن. اگه با مودم وصل شدید با کابل میتونید وصل کنید به کنسول و اگه بخواید با وای فای وصل شید اینجا اسم وای فای تون رو انتخاب میکنید و واردش میشید. از اینجا میتونید یوزرها رو ببینید.
اگر میخواید یوزر رو اضافه کنید، از اینجا یوزر اد رو بزنید. اگه بخوایم اکانتی اضافه کنیم، از اینجا ساینینگ رو میزنیم. برای اینکه سیو بازی هاتون رو انتقال بدید به فلش یا هارد اکسترنال، اینجا میاید روی سیو PS فایل. برای آپدیت کردن کنسول هم گزینه اتوماتیک آپدیت رو بزنید. برای خاموش کردن دستگاه فقط کافیه یه لحظه دکمه پلی استیشن رو فشار بدید، میرید روی پاور و ترن آف PS5 رو میزنید. اینجا میتونید کنسول رو ریستارت کنید و اینجا هم میتونید بذارید رو حالت رست مود. اینجا میزان شارژ باتری رو بهتون میگه و البته وسایلی که وصل هستن به کنسول که ما اینجا فقط کنترلر وصله. اینجا میتونید میکروفون رو تنظیم کنید. از اینجا صدا و ویدیو. از اینجا هم میتونید صدا رو تنظیم کنید. اینجا هم بخش اعلاناته که قبلا توی PS4 قسمت سمت چپ مانیتور بود. اینجا با زدن این گزینه دیگه براتون اعلان داخل بازی نمیاد و حواستون پرت نمیشه. این هم یه قابلیت جدیده که سونی اضافه کرده. میتونید در آن واحد بین بازی‌ها و اپلیکیشن‌ها سویچ کنید و تغییر بدید. این هم خاموش کردن کنسول.